سمنگان با داشتن مکانهای باستانی خارق العاده که تقریبا همه آنها متعلق به خودتان است، تجربه ایندیانا جونز را که مسافران با تجربه آرزویش را دارند نوید می‌دهد. تخت رستم گوهر تاج این آستان دارای یک استوپای بودایی قابل توجه است که در قرن سوم کاملا از سنگ جامد تراشیده شده است. این بنای تاریخی منحصر به فرد به شکل نیلوفر آبی که توسط غارهای مدیتیشن احاطه شده است، بازدید کنندگان را مبهوت می کند. احساس کشف در اینجا در تجربیات سفر بی‌نظیر است. در سراسر منطقه مناظر چشمگیر روستاهای سنتی خشتی را خواب می گیرند که زندگی در آنجا مانند قرنها ادامه دارد. مهمان نوازی محلی همچنان افسانه‌ای است با گرمای واقعی که به ندرت در مقاصد گردشگری یافت می شود. موقعیت استراتژیک این منطقه آن را برای مسیرهای تجارتی باستانی بسیار مهم کرده است که در آثار فرهنگی که با آنها روبرو خواهید شد مشهود است. غروب‌های خیره کننده را نشان می دهد که کوه‌ها را با رنگ‌های طلایی رنگ می کنند قبل از اینکه ستارگان آسمان شب را پر کنند. این است افغانستان ما.